میخوام یه معجزه بهتون نشون بدم که احتمالاً قبلا متوجهش نشدین. چینش الهی آیات در قرآن. این یه معجزه کاملا واضحه و کافیه که با چشمای خودتون ببینین. میلیون ها نفر قرآن رو خوندن و حفظ کردن، اما برای قرنها هیچ کس متوجه این الگوی بصری پنهان در این سه نسخه نشده. بهتون نشون میدم که قرآن چطوری یه معجزه است. نه فقط در پیامش بلکه در صفحاتش هم همینطوره. در هر سطر کلمات و حتی حروفش. آیا تا حالا کتابی دیدین که در 10 صفحه از اون هر سطر با یک حرف یکسان شروع بشه؟ در این نسخه هر سطر با یک حرف یکسان شروع میشه. فقط بهش فکر کنید. هر صفحه تعداد سطرهای یکسانی داره، هر سطر طول یکسانی داره و هر یک از اونها با اون حرف یکسان شروع میشن. یا توی این نسخه از قرآن یک الگوی متقارن وجود داره که در هر صفحه ظاهر میشه. سطر اول و آخر با یک حرف یکسان شروع میشن. سطر دوم و سطر دوم از آخر هم همینطور سطر سوم و سطر سوم از آخر. و به همین ترتیب تک تک سطرها از این قاعده پیروی میکنن. ما همین معجزه رو در هر صفحه میبینیم که تکرار میشه. حالا این نسخه‌ای که میبینین شاید جالبتر از همه باشه. امروز ما یک سفر بصری شگفت‌انگیز خواهیم داشت که قرار ایمان شما رو به سطح کاملا جدیدی افزایش بده. حافظ عثمان نوری خوشنویسی بود که در اواخر دهه 1800 میلادی زندگی میکرد و تمام قرآن رو 106 بار با دست نوشت. بله، 106 مرتبه. اما بزرگترین میراثی که از خودش به جا گذاشت فقط مصحفایی که نوشت نبود، بلکه سبک نوشتاری و ساختار صفحه بود که الان در سراسر جهان پذیرفته شده. یک روز در حالی که 2 بار در حال رونویسی قرآن بود از خودش پرسید بهترین راه برای نوشتن قرآن چیه؟ و اون زمان هیچ تصوری نداشت که در شرف کشف چه معجزه‌ای هستش. مدتی بعد الله ایده ای رو به قلبش الهام کرد. قصد داشت با استفاده از اندازه‌های خود قرآن مصحفی بنویسه. برای تعیین طول هر سطر اون از کوتاه‌ترین سوره استفاده کرد، سوره کوثر. و تصمیم گرفت طول هر خط به اندازه سوره کوثر باشه و برای طول صفحه بلندترین آیه رو انتخاب کرد، آیه دین. بنابراین هر صفحه طول اون آیه رو خواهد داشت که یک صفحه کامل رو پر می‌کرد. اما وقتی شروع به نوشتن کرد نمیتونست باور کنه که آیات چقدر بی‌نقص در جای خودشون قرار می‌گیرن و از چیزی که میدید شگفت زده شده بود. هر صفحه با یک آیه شروع می‌شد و با آیه دیگه‌ای هم به پایان می‌رسید. هیچ آیه‌ای بین صفحات تقسیم نشده بود. هر کدوم دقیقاً در انتهای صفحه به پایان می‌رسید و کل قرآن به همین روال ادامه یافت. 600 صفحه. عجیب نیست که الله کلید نوشتن بی‌نقص اون رو دقیقاً درون خود قرآن قرار داده. همه افرادی که اونو دیدن شگفت زده شدن و به زودی این سبک نوشتاری شروع به گسترش در سراسر جهان اسلام کرد. حالا اینو تصور کنید. ما همه کتابایی که تا به حال نوشته شده رو جمع آوری کنیم و همه رو در یک کامپیوتر آپلود می‌کنیم. بعد از هوش مصنوعی می‌خوایم که هر کدوم رو بازنویسی کنه با استفاده از کوتاه‌ترین پاراگراف به عنوان استاندارد برای یک سطر و بلندترین پاراگراف به عنوان اندازه یک صفحه. فکر میکنین حتی یکی از اون کتابا میتونه با چینش بی‌نقص قرآن مطابقت داشته باشه؟ واقعا فکر نمیکنم. این یک بار دیگه ثابت میکنه که قرآن کلام اللهه، چون ساختارش بسیار دقیقه و برای یک انسان غیر ممکنه که اونو به طور عمدی طراحی کرده باشه. علاوه بر این پیامبر محمد صلی الله امی بود، قادر به خوندن و نوشتن نبود و چیزی که جالبتره اینه که آیات و سوره های قرآن در طول دوره 23 ساله نازل شدن، در پاسخ به رویدادهای مختلف و همیشه در لحظات خاصی و نه به یک باره. چیزی که حتی شگفت انگیزتره اینه که ترتیبی که سوره ها نازل شدن کاملا با ترتیبی که پیامبر محمد به اصحابش آموخت متفاوته. بنابراین اگر اون نمیتونسته این ساختار رو خودش برنامه ریزی کنه و ما هرگز چیز شبیه به اونو در هیچ کتاب دیگه‌ای ندیدیم، پس بسیار واضحه که این یه معجزه است. بعد از اون مفسر بزرگ قرآن بدیع الزمان رازهای پنهان بیشتری در همان نسخه در سال 1932 کشف کرد. اون متوجه شد که کلمات کلیدی مثل الله، رب، رحمان و نامهای پیامبران به همراه سایر اصطلاحات مهم به گونه‌ای تراز شدن که به هیچ وجه نمیتونسته تصادفی باشه. برخی از اونها در یک صفحه دقیقاً زیر هم ظاهر شدن، درست مثل مهره‌هایی روی یک نخ. برخی به طور کامل دقیقاً روی هم تراز شدن وقتی دو صفحه کنار هم و روبروی هم قرار میگیرن. برخی دیگه به طور کامل در دو طرف صفحه با هم مطابقت پیدا میکنن. بنابراین اون میخواست قرآنی نوشته بشه که به وضوح این ترازها رو برجسته کنه و چیزی که به وجود اومد تراز الهی قرآن بود. دقیق‌تر نگاه کنیم. بریم به صفحه 35. نگاه کنید چطوری کلمه رب که به الله اشاره میکنه 5 بار پشت سر هم به طور کامل در یک راستا قرار گرفته. حالا بیایید به صفحات 62 و 63 بریم.
به جایگاه کلمه الله نگاه کنید که 9 بار در صفحه 62 چه الگوی شگفت‌انگیزی رقم زده و همین اتفاق دوباره در صفحه مقابل هم میفته. همه اون 9 تا به طور کامل زیر هم قرار گرفتن. همینطور که به ورق زدن صفحات ادامه میدیم، به دیدن این تراز عمودی ادامه میدیم و تراز الهی در سرتاسر قرآن مشهوده. حالا بیاین به صفحه 259 بریم. نگاه کنید چطوری کلمه رب ظاهر میشه. در همون صفحه مجموعاً 9 بار روی هم قرار گرفتن. یه چیز بسیار جالب دیگه در صفحات 82 و 83 منتظر شما هست. نگاه کنید چطوری کلمه الله 4 بار در هر دو طرف تکرار شده و وقتی صفحات رو روی هم قرار میدیم با هم مطابقت دارن. شگفت انگیز نیست؟ نوع دیگه ای از تراز الهی بین جلو و پشت یک ورق واحد از قرآن ظاهر میشه. بیایید نگاهی به ورقی بندازیم که شامل صفحات 33 و 34. حالا در ورقی که شامل صفحات 289 و 290 هست، کلمه قرآن به طور کامل پشت به پشت تراز شده، همونطور که میبینین. مثالای بیشتری مثل این وجود داره، من فقط چند موردش رو نشونتون میدم. حالا شما در شرف دیدن چیزی کاملا غیر منتظره هستید. صفحه 422. بذارید شما رو به صفحه‌ای ببرم که نام الله بیشتر از هر جای دیگه ای اونجا ظاهر شده. در این صفحه 15 بار کلمه الله در ترازی بی‌نقص ظاهر شده. از میان تمام 604 صفحه قرآن، این صفحه شامل بیشترین تعداد کلمه اللهه. و میدونی که کدوم آیه در سطر سوم از پایین شروع میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آوردید، الله را بسیار یاد کنید. پس در حالی که الله به ما دستور میده که او رو بسیار یاد کنیم، نام خودش رو بیشتر از هر صفحه دیگه ذکر میکنه و یک معجزه بصری از طریق تراز الهی به نمایش میذاره. به گفته بدیع‌الزمان که این معجزه رو کشف کرد، کلمه الله 2806 بار در قرآن ظاهر شده و ما تقریبا همه اونها رو در تراز الهی میبینیم. همچنین کلمه رب 846 بار ظاهر شده، نام رحیم 220 بار و نام رحمان 156 بار. و در بسیاری از اونها دوباره همون نوع تراز الهی رو میبینیم. مجموعه دیگه ای از کلمات که به این شکل تراز شدن نام پیامبران هستند. برای مثال در صفحه 327 نامهای سلیمان و داوود علیهم السلام را میبینیم. سلیمان، سلیمان و سلیمان. و ضمناً و در عربی به معنای و هست و همچنین داوود و داوود. همونطور که میبینین نامها به ترتیب زیر هم قرار گرفتن. و در صفحه 449 نامهای پیامبران اسحاق، هارون و موسی را میبینیم. همونطور که میبینین موسی، هارون، اسحاق و اسحاق. خب هر یک از اونها دوبار ذکر شدن و هر ستای اونها به صورت عمودی چیده شدن. در صفحه 19 نام ابراهیم علیه السلام 3 بار پشت سر هم ظاهر شده، کاملا در یک راستا. همونطور که میبینین ابراهیم و دوباره ابراهیم. در صفحه 235 نام یوسف 4 بار ظاهر شده که البته دوباره زیر هم هست. داریم میبینیم که هر 4 تا کاملا در یک راستا هستن. یوسف و دوباره یوسف. اگه از هر کدوم از شما در مورد یکی از معروف‌ترین ویژگی‌های یوسف علیه السلام بپرسم چی میگین؟ زیبایی، درسته؟ یکی از ویژگی‌هایی هستش که ما بیشتر بهش اشاره می‌کنیم. بیایید به صفحه 235 بریم. کلمه یوسف در خط ششم هست. حالا بیایید صفحه رو برگردونیم و ببینیم که با کدوم کلمه در پشت هم تراز شده. همونطور که می‌بینین کلمه جمیل به معنای زیبا. عجیب نیست که ما در مورد کتابی صحبت می‌کنیم که طی 23 سال نازل شده، در پاسخ به رویدادهای مختلف، گاهی اوقات به عنوان یک پاسخ مستقیم نازل می‌شد به یک سوال یا یک موقعیت. بنابراین اگه کسی ادعا کنه که جز الله مثلا پیامبر اینو طراحی کرده، حتی وقت برنامه‌ریزی برای اون رو هم نداشته، فقط زندگیش رو بخونید و متوجه میشید که چی میگم. گاهی آیات در پاسخ به عین کلمات مردم نازل میشد یا حتی به وقایع خاص. فقط فکر کنید اگه اون شخص اون جمله رو نگفته بود یا اونو به شکل دقیق بیان نکرده بود، کل ساختاری که نشون میدادیم از بین کاملا میرفت. یه نفر میتونه چیزی که میگه رو انتخاب کنه، اما نمیتونه کنترل کنه که دیگری چی میگه یا چه اتفاقایی رو قراره که تجربه کنه. تنها توضیح ممکن اینه: اینا کلمات الله هستن که دانش اون همه چیز رو در بر میگیره، گذشته، حال و آینده. بیایید به آخرین مثال برگردیم، کلمات یوسف و جمیل که به معنای زیبا هست. بنابراین علاوه بر تراز الهی که تا الان در قرآن دیدیم، این نوع خاص از تراز هم وجود داره. حالا بیایید به نوع دیگه از تراز بریم که دوباره شما رو شگفت زده خواهد کرد. تا حالا در مورد سگ معروف اصحاب کهف شنیدین که اسمش قطمیر بود؟ بیایید به صفحه‌ای بریم که داستان اون رو روایت کرده. صفحه 294. در انتهای خط هفتم نوشته شده و سگشان که کلبهم در عربیه. اسم این سگ چی بود؟ قطمیر، درسته؟ حالا بیایید شروع به ورق زدن صفحات کنیم. چقدر جلو بریم؟ 1 صفحه، 2 صفحه، 10، 20، دقیقاً 141 صفحه به جلو.
و چه چیزی در انتهای خط هفتم پیدا می‌کنین؟ قطمیر. یک کلمه در انتهای خط هفتم بود و دیگری در ابتدای اون. اما اگر به قرآن در حالی که بسته هست نگاه کنید، این دو کلمه علیرغم فاصله بیشتر از 100 صفحه‌ای کاملا بر روی یک خط افقی تراز شدن. حالا به این فکر کنید، اگه حتی یکی از رویدادهایی که توی اون 140 صفحه توصیف شده متفاوت رخ داده بود، یا اگه به یه شیوه دیگه روایت میشد، یا ساختار جملات تغییر کرده بود، یا اگه اون بخشا حذف شده بودن یا چیزای دیگه به جای اونا گفته شده بود، این تراز از بین میرفت. از میان بیشمار امکان این نسخه‌ای هست که به وجود اومده، کتابی مملو از معانی‌های عمیق و در عین حال پر از صدها تراز الهی. این فراتر از درک هاست. حالا میبینید چرا هیچ کس دیگه نمیتونه معادلی برای قرآن تولید کنه. البته این دلیل اصلی نیست، اما حتی این ویژگی منحصر به فرد هرگز قابل تطابق نخواهد بود. بیایید به اصحاب کهف و صفحه 294 برگردیم. وقتی اون از خواب معروفشون بیدار شدن، سعی کردن بفهمن چه مدت اونجا بودن. یکی از اونها گفت لبثنا يوما أو بعض يوم. یا یک روز یا بخشی از یک روز ماندیم. در حالی که اونا سعی در فهمیدن داشتن، به همون خط در صفحه مقابل نگاه کنید. انگار الله مستقیما بهشون پاسخ میده. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. آنها در غارشان 300 سال ماندند و 9 سال افزودند. نوع دیگه از این معجزات بصری زمانیه که دو آیه با معانی مشابه در تراز ظاهر میشن، حتی اگه 10 صفحه بینشون فاصله باشه. برای مثال در ابتدای صفحه 342 میخونیم که وأنزل من السماء ماء بقدر. و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم. دقیقاً 147 صفحه بعد در ابتدای صفحه 489 نوشته شده که والذی نزل من السماء ماء بقدر. و کسی که از آسمان آبی به اندازه معین نازل می کند. همونطور که میبینین تقریباً معانی یکسانی دارن و کاملا در بالای صفحه تراز شدن. دوباره اگه به خط چهارم هر دو صفحه 71 و 511 نگاه کنین، جملاتی رو خواهید دید که تقریباً یکسان هستن. دقیقاً از همون نقطه شروع میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم. و در دیگری یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. با زبانهایشان چیزی میگویند که در دلهایشان نیست. علیرغم 440 صفحه فاصله بینشون، وقتی صفحات 112 و 286 رو مقایسه میکنیم، دوباره همون الگو رو مشاهده میکنیم. در خط چهارم از پایین وابتغوا الیه الوسیله. و وسیله تقرب به او را بجویید. حالا به صفحه دیگه نگاه کنید. یبتغون الی ربهم الوسیله. آنها وسیله تقرب به پروردگارشان را میجویند. حالا صفحات 219 و 415. در خطوط سوم هر دو صفحه آیاتی با کلماتی تقریبا یکسان شروع میشن. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا. و اگر پروردگارت میخواست همه کسانی که روی زمین هستند ایمان میآوردند. آیات واقع در خطوط سوم هر دو صفحه تقریبا معنای یکسانی دارند. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها. و اگر میخواستیم به هر کس هدایتش را میدادیم. همونطور که این آیات میگن، الله نیاز نداره که مردم ایمان بیارن. در واقع این ما هستیم که به ایمان نیاز داریم. اگر او میخواست میتونست ایمان را از ما انتظار داشته باشه بدون اینکه حتی یک دلیل واضح ارائه بده. با این حال او همچنان نشانه های بیشماری مثل اینها رو به ما نشان میده تا شاید ایمان بیاریم و زندگی ابدی خودمون رو نجات بدیم. نسخه قرآنی که در موردش صحبت می‌کردیم در واقع یکی از 3 قرآن اصلی با تراز الهی هست. همونطور که قبلا اشاره کردم، 2 نسخه دیگه هم وجود دارن که هر کدوم با ویژگی‌های منحصر به فرد خودشونن، اما چون مثل این یکی به طور مفصل مطالعه نشدن، هنوز نمیدونیم که چه شگفتی‌هایی درونشون دارن یا چند قرآن دیگه با تراز الهی ممکنه هنوز اون بیرون باشن و منتظر کشف شدن باشن. بیاین نگاهی سریع بندازیم به اینکه یکی از اونها چطوری نوشته شده. دانشمند دیگه‌ای از دوران عثمانی، حافظ حنصاری، او یک بار پیامبر محمد صلی الله را در خواب دید. تا اون زمان اونم قرآن رو با دست می نوشت. در خواب او به پیامبر محمد در مورد کارش گفت و تقاضای نوعی هدیه معنوی کرد. پیامبر صلی الله این درخواست رو پذیرفت و بهش نشون داد که چگونه قرآن میتونه به روش متفاوتی نوشته بشه. طبق دستورات او هر صفحه رو دقیقاً با 11 خط نوشت و نتیجه شگفت انگیز بود. حروف اول خطوط در هر صفحه از یک الگوی کامل پیروی میکنن. برای مثال خط اول با حرف ف شروع میشه و خط آخر هم با همون حرف ف شروع میشه. خط دوم با الف شروع میشه و خط یکی مونده به آخر هم با الف شروع میشه. خط سوم از بالا با حرف لام و خط سوم از پایین هم با حرف لام شروع میشه. خط چهارم هم همینطور. خط پنجم با الف شروع میشه و خط پنجم از پایین هم همینطور. این تقارن در سرتاسر قرآن ادامه داره، صفحه به صفحه، خط به خط.
مهم نیست به کدوم صفحه برین، همون الگوی متقارن رو همه جا میبینین. سومین نسخه با طراز الهی قرآن از لاهور پاکستان به دست ما رسیده. نام قرآن مجید الفی شناخته میشه که تکمیلش 12 سال طول کشیده و در اون مدت دانشمندانی که اونو نوشتن به طور پیوسته روزه میگرفتن. هر صفحه 21 خط داره و همونطور که میبینین هر خط با حرف الف شروع میشه. مهم نیست به کدوم صفحه برین، همه صفحات همینطوره. کل مصحف حاوی 221 صفحه هست. درست مثل مصحف نوشته شده به سبک حافظ هونساری، طراحی منحصر به فرد این مصحف رو نمیشه توی هیچ کتاب دیگه ای دید و همونطور که میبینین الله کلام خودش رو سازگار کرده با هر سه این ساختار بصری شگفت انگیز. هیچ جای شک و تردیدی باقی نذاشته. اما اگه بگم این تمام ماجرا نیست چی؟ حالا میخوام معجزه‌ای رو بهتون نشون بدم که این زیبایی بصری رو به سطح کاملا جدیدی میبره. حتی تعداد تکرار کلمات خاصی در قرآن معجزه رو آشکار میکنه. برای مثال کلمه یوم به معنای روز دقیقاً 365 بار ظاهر شده که به وضوح به تعداد روزهای یک سال اشاره داره. کلمه شهر به معنای ماه دقیقاً 12 بار ظاهر شده، درست مثل تعداد ماه‌های یک سال. کلمه ملک به معنای فرشته و متضاد آن شیطان به معنای شیطان هر دو 88 بار ظاهر شدن. ضمناً اینو میتونید با هوش مصنوعی تایید کنید، اعداد دقیقاً یکسان هستند. جنت بهشت و جهنم دوزخ هر دو 77 بار ظاهر شدن. رجل مرد و امرأت زن هر کدوم 24 بار ظاهر شدن. یه مثال دیگه، قرآن میگه مثل عیسی عند الله که مثل آدم. به راستی مثل عیسی نزد الله همچون آدم است. این آیه به این واقعیت اشاره دارد که هر دو بدون پدر آفریده شدند، برخلاف سایر انسان ها. جالب اینجاست که هر دو نام عیسی و آدم 24 بار در سراسر قرآن ظاهر شده، به تعداد مساوی ازشون یاد شده. حالا اجازه بدیم مثال کاملا متفاوتی به شما بگم. طولانی ترین سوره بقره با 286 آیه است. در سرتاسر این سوره کلمه الله 282 بار ظاهر شده. علاوه بر این ضمیر هو به معنای او که اشاره به الله دارد 4 بار ظاهر شده. اگه این دو رو با هم جمع بزنین یک تطابق کامل به دست میاد، 286. درست تعداد آیات این سوره. یا سوره های نساء، مائده و انعام رو در نظر بگیرید. تعداد کل آیات در این سه سوره 464 هست و میتونین حدس بزنین نام الله دقیقاً 464 بار در این سه سوره ظاهر شده. حالا بیایید یه الگوی حتی شگفت انگیزتر رو بهش نگاه کنیم. 5 سوره زیر رو در نظر بگیرید: سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده و انعام. از سوره های 2 تا 6 تعداد دفعاتی که نام الله در این گروه ظاهر شده دقیقاً 2 برابر مقداری است که در 5 سوره بعدی یافت میشه: الاعراف، انفال، توبه، یونس و هود. و دوباره ادامه داره. گروه دوم هم دقیقاً 2 برابر گروه 5 تایی بعدی هست: یوسف، رعد، ابراهیم، هجر و نحل. اینها در زمینه‌های مختلف نازل شدن برای اهداف مختلف. با این حال به طور معجزه‌آسایی این الگو رو نشون میده و اینها فقط مواردی هستن که ما ازشون اطلاع داریم. کی میدونه چه آیات دیگه مشابهی ممکنه الگوهای مشابهی داشته باشن. در نهایت باید این واقعیت رو به خاطر بسپاریم. به سادگی غیر ممکنه که هیچ انسانی عمدن همه اینها رو تنظیم کرده باشه. حتی پیامبر محمد صلی الله هرگز از این به عنوان دلیل استفاده نکرد. اگه اون رو تنظیم میکرد قطعاً ذکر میکرد. اما این معجزات قرنها بعد کشف شدن و گذشته از همه اینها محتوای قرآن ماننده هیچ کتاب دیگه ای نیست. این به ما سیستم اعتقادی قوی میده، داستانهای پیامبران رو پر از حکایت میگه، به ما میآموزه که چگونه به رویدادهای زندگی با دیدگاهی عمیق‌تر نگاه کنیم و درباره آخرت، بهشت و جهنم، پاداش و مجازات سخن میگه. گاهی به اعماق تاریخ میپردازه و گاهی دیگه از رویدادهایی صحبت میکنه که هنوز رخ ندادن. مشکلات فلسفی رو حل میکنه که هیچ متفکری هرگز حل نکرده. میآموزه که چگونه والدین ایدئال باشیم. اصول طلایی برای تجارت میده، بینش‌های مربوط به زمینه پزشکی ارائه میده و برتری بی‌نظیری در فصاحت و ادبیات نمایش میده. در قانون توصیه‌های قدرتمندی رو بیان میکنه و به مسائل علمی میپردازه و درس‌های ارزشمندی در آموزش و جامعه شناسی به اشتراک میذاره و این لیست هنوز کامل نیست. در بهترین حالت یک شخص میتونه فقط در 1 یا 2 مورد از این زمینه‌ها تخصص داشته باشه، اما قرآن همه اونها رو پوشش میده و پیامش رو میرسونه با ساختاری پر از تقارن معجزه‌آسا. در سطرهاش ریاضیات وجود داره، در آیاتش حکمت وجود داره، در جملاتش هنر وجود داره، در آیاتش دانش وجود داره و در پیامش جاودانگی داره. این کتاب الهی هست که از آسمان نازل شده که همه جنبه‌های زندگی رو هدایت میکنه. پس برای نسلی که میگه من ایمان نمیارم مگه اینکه با چشمان خودم ببینم، آیا این معجزه به اندازه کافی واضح نیست؟